فرصت به استدار ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزیر محترم آموزش و پرورش میرسانم که به علت عدم جذب فارغ التحصیلان و دانشسراها و لغو قرارداد معلمان حق تدریس که اکثرا از سال 65 مخلصانه در مناطق محروم و روستایی به امر تدریس اشتغال داشته‌اند 3000 نفر دانش آموز استان آذربایجان غربی همکنون سرگردان و بلا تکلیف مانده‌اند. به خاطر محرومیت استان و حساسیت شهرهای مرزی ضرورت تامین امکان تحصیل برای دانش آموزان و اشتیاق معلمان یاد شده اولیای آنان و مسئولان استان در انتظار اقدام عاجل مقامات مسئول در مرکز میباشند. انتظار دارد هرچه سریعتر دستور مساعد در بازگرداندن و به کارگیری آنان صادر فرمایند. در بخش پایانی سخنانم ضمن آرزوی توفیق و سلامت برای ریاست محترم جمهوری و دعوت برای تشریف فرمایی به استان آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد از عنایت خاص ایشان و هیئت محترم دولت در تصویب اتصال شهرستان مهاباد به شبکه راهن سراسری عمیقا سپاسگزاری نموده و مستدعی است دستور فرمایند نسبت به تمهید مقدمات پروژه اقدامات اولیه آغاز گردد. از جناب آقای دکتر میرزاده معاونت محترم اجرایی ریاست جمهوری تقاضا دارم به دلیل خسارات و لطمات وارده به شبکه آب و فاضلاب شهرستان مهاباد در طول جنگ طرح بازسازی شبکه را در زمره طرح‌های بازسازی منظور فرمایند. به وزیر محترم بهداشت و درمان یادآور می‌شوم که بیمارستان امام خمینی مهاباد حتی از ابتدایی ترین ملزومات درمانی و معالجاتی محروم است. اقدام در این مورد خاص جدی مردم منطقه می باشد. از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت محترم راه ترابر استعداد دارم پس از سالها انتظار خدمت نسبت به جذب و تعیین تکلیف استخدامی پرسنل این اداره راهگذر اقدام جدی معمول دارند. به علت فقدان مراکز اشتغالزا در جنوب استان آذربایجان غربی از وزیر محترم کشور و بازرگانی درخواست می شود در ایجاد و فعال کردن بازارچه‌های مشترک مرزی تسریع نمایند که از قبل این اقدام بسیاری از بیکاران شهرستان‌های مهاباد، سردشت، پیرانشهر، نقده، بوکان بهره مند می‌گردند. از وزیر محترم نفت تقاضا دارم نسبت به شروع عملیات گازرسانی مهاباد دستور تعجیل صادر و به دلیل پایگاه عمیق معنوی اجتماعی روحانیت از رئیس جمهوری محترم استدعا دارم نسبت به جذب و دعوت روحانیون اهل سنت جهت تصدی مناصب و مسئولیت‌های دولتی و اجرایی دستور مساعد صادر فرمایند. السلام علیکم و رحمت الله. شما 1 دقیقه اضافه صحبت کردید. ببخشید. مراعات